قرآن کریم و عدالت اصحاب رضوان الله علیهم اجمعین. میخوام ببینم قرآن هم در رابطه با عدالت صحابه مطلبی داره یا نه؟ بله، قرآن کریم در این زمینه آیات فراوان دارد که عدالت را از اینها نفی می کند، در اثباتش ندارد. اونان که نقل کردن هیچ کدام دلالت نکرد، ولی در مورد نفی عدالت آیات فراوان داره. به عنوان یک نمونه، یحلفون بالله ما قالوا، یا رسول الله اینا قسم میخورن که ما این حرف را نزدیم، ولقد قالوا کلمت الکفر، نه اینها حرف کفرآمیز زدن، و کفروا بعد اسلامهم، بعد از مسلمان شدن کافر شدن. سوره توبه آیه 74. اینا جزو اصحاب بودن یا اینکه از آمریکا آمده بودن؟ اون زمان هنوز راه آمریکا باز نشده بود و در نتیجه جزو همون مسلمان های دم دستی بودن، آمدن حرفی زدن و از طریق وحی آقا رسول الله مطلع شدن. وقتی از اینها پرسجو کردن، اینا قسم خوردن که ما همچون چیزی نگفتیم. قرآن میگه نه، اینا گفتن و حرفی گفتن که کفر آمیز، در حد کفر اینها حرف زدن. بینندگان گرامی، جهل و نادانی این آخوندان با قرآن کریم و دشمنیشان با صحابه رضی الله عنهم باعث شده است که بین اصحاب کرام رضوان الله علیهم اجمعین و منافقینی که هم عصر آنها بودند تفاوتی قائل نشوند و آیاتی را که در مورد منافقین نازل شده است به صحابه رضی الله عنهم نسبت می‌دهند، مثل همین آیه‌ای که این آخوند به آن استدلال کرد. اما حقیقت این است که این آیه در مورد منافقینی نازل شده بود که در غزوه تبوک به قاریان صحابه تمسخر نمودند و نزد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قسم یاد کردند که چنین چیزی را مرتکب نشدند. اما این آخوندهای مغرض با سوء استفاده از عدم آگاهی عمومی مردم به تحریف شأن نزول و معانی و مصادیق این نوع آیات قرآنی می‌پردازند و چنین وانمود می‌کنند که این آیات درباره اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل شده‌اند. الله متعال در مورد ایشان چنان می‌فرماید: فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، کسانی که در دلهایشان کجی و میل به باطل وجود دارد برای فتنه انگیزی و تأویل نادرست آیات در پی آیات متشابه برمی آیند. بدون تردید آیات زیادی وجود دارد که ایمان صحابه رضی الله عنهم را ستوده و عدالت آنها را ثابت می نماید. الله متعال ایمان صحابه را چنین توصیف می نماید: محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد فرستاده الله است و آنان که با او هستند در برابر کافران سرسختند و با یکدیگر مهربان. آنان را در حال رکوع و سجده می‌بینی، فضل و خوشنودی الله را می‌جویند. نشانه آنان از اثر سجده در چهره‌هایشان پیداست. این صفت آنان در تورات است و صفتشان در انجیل همانند زراعتی است که جوانه زده و تنومندش ساخته و ستبر و زخیم شده و بر ساقه‌هایش ایستاده است و کشاورزان را شگفت زده می‌سازد
تا به وسیله آنان کافران را به خشم آورد. الله به اینان که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند نوید آمرزش و پاداش بزرگ می دهد و می فرماید واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون. و بدانید رسول الله در میان شماست. اگر در بسیاری از کارها از شما پیروی کند به طور قطع گرفتار رنج و سختی می شوید، ولی الله ایمان را محبوب شما گردانیده است و آن را در دلهایتان آراسته و کفر و فسق و نافرمانی را برایتان ناپسند نموده است. چنین کسانی هدایت یافتند. و امام علی رضی الله عنه در خطبه 95 نهج البلاغه آنها را چنین می ستاید: اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم را دیدم و کسی را همچنانان ندیدم. با تلاش و فعالیت صبح را آغاز می کردند و شب را در حالت قیام و سجود به سر می بردند. با ذکر معاد بر هر مشکلی تاب می آوردند و چنان می گریستند گویا میان چشمانشان کاروان عزاداران بنشسته است.